سلام بچه ها، خوبین؟ سر قضیه‌ای که برای الهه پیش اومد، همه شروع کردن یک فازی رو که وقتی میرین بیرون وسیله‌های با ارزشتون رو با خودتون نبرین، گوشی، لپتاپ، طلا، فلان. اوکی، سخت آدم گوشی موشی اینا رو با خودش نبره. اوکی، ما بازم میگیم اوکی، ولی با ارزشترین asset من، با ارزشترین دارایی من خودمم. من چجوری برم بیرون ولی خودم رو با خودم نبرم؟ از این قضیه نخواین سوء استفاده کنین که زنها رو دوباره توی خونه نگه دارین. او بیرون خطرناکه. شما خودتون رو درست کنین. چیکار به زنها دارین؟ یعنی قشنگ صورت مسئله رو چرا میخواین پاک کنین؟ مسئله رو حل کنین. این قضیه پیش اومده الان. خانواده ایرانی هم همینجوری خودشون منتظر یه بهونه، وای جامعه ناامنه نباید بری بیرون. دختر تا کی توی خونه بمونه که جامعه امن بشه بعد بره بیرون؟